کشتی با شکوه تایتانیک، بزرگترین و لوکسترین کشتی زمان خود، در 10 آپریل 1912 نخستین سفر دریاییش را آغاز کرد. از شهر ساحلی ساوت همپتون انگلستان به مقصد بندر نیویورک. بر عرشه این کشتی هزاران تن حضور داشتند، از سرمایه‌داران معروف، صنعتگران و هنرمندان گرفته تا مهاجرانی که در آرزوی یک زندگی جدید در قاره نوین دل به دریا زده بودند. تایتانیک دارای 3 کلاس مختلف برای مسافران بود. در طبقه اول اشراف و ثروتمندان اقامت داشتند که حتی ظروف غذاخوریشان از چینی دستساز و نقره بود. طبقه دوم برای مسافران متوسط و متخصصان بود و طبقه سوم بیشتر از مهاجران اروپایی پر بود که برای آینده بهتر راهی قاره نو شده بودند. فرماندهی این کشتی افسانه‌ای را کاپیتان با تجربه به نام ادوارد جان اسمیت بر عهده داشت. مرد 62 ساله با سابقه درخشان در دریانوردی و قرار بود پس از انجام این سفر تاریخی برای همیشه بازنشسته شود. تایتانیک نه تنها از نگاه اندازه بلکه از لحاظ امکانات و شکوه داخلیش نیز به همتا بود. طول این کشتی به 269 متر می رسید. ارتفاع آن بیش از 53 متر، چیزی معادل یک ساختمان 11 طبقه امروزی. در داخل آن تزئینات و امکانات به کار رفته بود که بیشتر به یک قصر سلطنتی می ماند تا کشتی. پنل های چوبی منقش، آینه های رنگین شیشه‌ای، راهپله های مارپیچی عظیم، استخر آب گرم، حمام ترکی، حمام برقی، باشگاه مجهز، میدان اسکواش، 4 رستوران، 2 آرایشگاه و حتی یک کتابخانه آرامش بخش، بخشی از این فهرست پر زرق و برق بودند. برای ساخت این کشتی غول‌پیکر مبلغی 7.5 میلیون دلار هزینه شد که اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم معادل حدودی 400 میلیون دلار امروزی. از نگاه ایمنی نیز کشتی به جدیدترین تکنولوژی های آن زمان مجهز بود. سازندگانش باور داشتند که این کشتی هرگز غرق نخواهد شد، ادعایی که توسط شرکت سازندش وایت استار لاین با افتخار تبلیغ می شد. معاون رئیس شرکت در یک کنفرانس خبری با صراحت گفت تایتانیک کشتی غرق ناپذیر است، جمله‌ای که بعدها به طرز تلخی در تاریخ ماندگار شد. اما کمتر از 48 ساعت پس از آغاز سفر، در 12 آپریل تایتانیک نخستین هشدارهای یخی را دریافت کرد. کشتی در حال عبور از مسیر شمالی اقیانوس اطلس بود، جایی که در آن فصل سال به شدت مملو از کوههای یخی شناور است. توده‌های عظیمی از یخ که زیر سطح آب نیز ادامه دارند. این گونه هشدارها معمولاً از طریق دستگاه‌های رادیویی بین کشتی‌ها رد و بدل می‌شد. خدمه تایتانیک پس از دریافت هشدار 2 بار مسیر خود را اندکی تغییر دادند تا از مسیر خطر دور شوند، اما نکته مهم این بود که سرعتشان را کاهش ندادند. کشتی با سرعت 21.5 نات دریایی، یعنی چیزی حدود 40 کیلومتر در ساعت، همچنان به سوی مقصد در حرکت بود. تا تاریخ 14 آپریل 7 هشدار یخی دیگر نیز مخابره شد، اما با آن هم کاپیتان اسمیت و سایر مسئولین کشتی تصمیم گرفتند تغییر قابل توجهی در سرعت ایجاد نکنند. روز به پایان رسید، خورشید در افق غروب کرد و هوا به طرز محسوسی سردتر شد. شب فرا رسید، شب تاریک و بی‌ماه. نبودی مهتاب باعث شده بود دید در سطح دریا به شدت کاهش یابد. در بالاترین نقطه کشتی در سکوی به نام لانه کلاغ، دیدبانها موظف بودند مسیر را زیر نظر داشته باشند. این سکو مکانی بسیار سرد و پر از بادهای تند بود. دیدبان شب مرد به نام فردریک فلک بود. بادی سرد می‌وزید، اشک از چشمان فردریک بیچاره جاری می‌شد و شب چنان تاریک بود که تشخیص موانع به سختی ممکن بود. اما ناگهان در ساعت 11:39 شب و در تاریکی سایه عظیمی را در پیش رو دید. کوه یخ. بیدرنگ 3 بار زنگ خطر را به صدا درآورد و با پل فرمان تماس گرفت و فریاد زد کوه یخ مستقیم در مقابل ماست. افسر اول ویلیام مورداک دستور داد تا فوراً فرمان را به چپ بچرخانند و موتور را به حالت معکوس درآورند. اما دیگر خیلی دیر شده بود. فقط 1 دقیقه بعد در ساعت 11:40 شب تایتانیک از سمت راست بدنش با کوه یخ برخورد کرد. The Titanic was a new breed of luxury liner. Hundreds of passengers and crew witnessed the tragedy and lived to tell the tale. It was the largest ship yet built. The unsinkable pride of the White Star Line left Southampton. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The Titanic sank into the depths of the North Atlantic Ocean after it struck an iceberg. More than 1,500 lost their lives. از همان لحظه سرنوشت این کشتی پر ادعا برای همیشه دیگرگون شد.
این کوه یخ یک چیز کوچک نبود. تقریباً 122 متر طول داشت، یعنی به اندازه یک میدان فوتبال. آنقدر بزرگ بود که ارتفاعش با بلندترین نقطه کشتی تایتانیک برابر بود. دانشمندان گفتند که وزنش تقریباً 1.5 میلیون تن بوده، بسیار سنگین و قوی. تایتانیک از طرف راست نزدیک به دماغه با این کوه یخ برخورد کرد. دماغه یعنی همان قسمت پیشروی کشتی. بالای آن را تیرک دماغه میگن و پایینترین بخش آن را کیل یا ستون فقرات کشتی میگن. برخورد تنها 10 ثانیه دوام کرد، اما در همین مدت کوتاه به بدنه کشتی آسیب شدید رسید. در چندین قسمت شکاف و سوراخ ایجاد شد. شاید فکر کنید که یخ چطور میتونه فلز را پاره کنه. اگر یخچال خود را در نظر بگیرید معلوم دار که نمیتونه. اما وقتی یک کوه یخی به این بزرگی با آن وزن زیاد با سرعت به کشتی بخوره، چرا قطعا میتونه آسیب بزنه. پس از برخورد کاپیتان اسمیت و انجینیر کشتی توماس اندروز فوراً رفتن تا وضعیت را بررسی کنند. وقتی دیدن که آب وارد 6 محفظه ضد آب شده، فهمیدن که کشتی حتما غرق میشه، در حالی که اونا باور داشتن که این کشتی غرق نشده نیست. در اول ویدیو گفته بودیم که تایتانیک چرا به عنوان یک کشتی غرق نشدنی شناخته می شود. دلیلش این بود: دلیل اول، کشتی دارای بدنه دولایه بود. دوم، کشتی به 16 بخش ضد آب تقسیم شده بود. گفته می شد اگر حتی 4 بخشی از اینها پر از آب شود، باز هم کشتی به حرکت خود ادامه می دهد. اما ضربه کوه یخ از بغل بود، جایی که فقط یک لایه داشت و 6 بخش ضد آب همزمان صدمه دید، یعنی کشتی قطعاً به اعماق آب خواهد رفت. 25 دقیقه پس از تصادم، کاپیتان اسمیت با اپراتوری رادیو گفت که پیام اضطراری بفرسته. اپراتوری اصلی جک فلیپس که واقعا قهرمان این ماجرا بود، شروع کرد به فرستادن سیگنال های کمک. او بارها پیام فرستاد، اما در ابتدا هیچ جوابی نیامد. 20 دقیقه بعد کشتی RMS کارپتیا پیام را دریافت کرد. به سرعت به طرف تایتانیک روان شد تا کمک برساند. ولی یک مشکل وجود داشت. این کشتی 107 کیلومتر دور بود و اگر با حد اکثر سرعت حرکت میکرد، باز هم 3.5 ساعت طول میکشید تا برسه. آیا تایتانیک تا آن زمان دوام میآورد؟ کاپیتان اسمیت دستور داد قایق‌های نجات را پایین کند. بر اساس قانون اول زنان و کودکان سوار میشدند، اما در آن زمان مسافرها زیاد نگران نبودند، چون باور داشتند که تایتانیک هیچ وقت غرق نمیشه. حتی اولین قایق نجات که پایین فرستاده شد، ظرفیتش 65 نفر بود، اما تنها 28 نفر داخل آن بودند. باقی جایش خالی ماند. اما با گذشت زمان و بیشتر شدن آب در داخل کشتی، حالت کشتی تغییر کرد. دماغه زیر آب رفت و قسمت عقب کشتی بالا آمد. همین باعث شد که همه چیز به هم بخوره و مردم وحشت زده شوند. قیامت شد. مردم شروع کردن به دویدن، فریاد زدن و حتی جنگیدن برای یک چوکی در قایق نجات. مشکل بزرگ این بود که تنها 20 قایق نجات وجود داشت که جمعاً ظرفیت 1200 نفر را داشت، در حالی که در کشتی بیش از 2200 نفر بودند. تا ساعت 2 آخرین قایق نجات هم پایین شد، اما هنوز حدود 1500 نفر در کشتی باقی مانده بودند. طبق گزارش ها ساعت 2:30 کشتی از وسط دونیم شد و آرام آرام غرق شد. فقط در کمتر از 3 ساعت این کشتی غرق نشدنی به قعر اقیانوس رفت. از آن 1500 نفری که داخل کشتی باقی مانده بودند، یا با کشتی غرق شدند یا بعد از افتیدن در آب از شدت سرما مردند، چون دمای آب -2 درجه بود. در چنین دمایی بدن انسان فقط چند دقیقه زنده میماند. کاپیتان اسمیت هم گفته میشه که تا آخر با کشتی باقی ماند و غرق شد. برخی حتی میگن که خودش را فدای مسافرها کرد و با گلوله خودکشی کرد. کشتی کارپاتیا که به سمت تایتانیک روان شده بود، اولی ساعت 3:30 الی 4 صبح رسید، اما دیر رسیده بود. فقط توانست حدود 710 نفر را که در قایق‌های نجات بودند نجات دهد. پس از فاجعه غرق شدن تایتانیک، جهان در شوک فرو رفت. سوالات زیادی مطرح شد، بحث‌ها و تحقیقات زیادی صورت گرفت و پرده از رازهای برداشته شد که برای سالها پنهان مانده بود. اما یکی از شوکه کننده ترین واقعیت‌هایی که بعدها فاش شد، وجود کشتی دیگر در نزدیکی تایتانیک بود. بله، فقط 37 کیلومتر دورتر، کشتی به نام SS کالیفرنیان در همان شب در آب‌های سرد اقیانوس اطلس حضور داشت. کشتی که میتونست نجات دهنده جان صدها نفر باشد. 1 ساعت قبل از برخورد مرگبار تایتانیک، آخرین هشدار کوه یخ را کشتی SS کالیفرنیا از طریق رادیو به تایتانیک ارسال کرده بود. اپراتورشان هشدار داده بود که منطقه اطراف پر از کوههای یخ است. اما بعد از آن اپراتور رادیو در ساعت 11:15 شب دستگاه را خاموش کرد و برای استراحت رفت، زیرا کشتیشان آن شب توقف کرده بود و دیگر پیشروی نداشت. فاصله آنقدر کم بود که برخی از مسافران تایتانیک نوری را در افق دیده بودند. حتی یکی از افسران
کاپیتان تایتانیک در حین تخلیه اضطراری با آرامش با مسافران گفت که نگران نباشند، چرا که کشتی در دوردست پیداست و به زودی به کمکشان خواهد آمد. اما آن کشتی واکنش نشان نداد. بین ساعت 12 تا 1:30 شب خدمه SS کالیفرنیان واقعا نور موشک‌ها از تایتانیک شلیک میشد را دیده بودند. آنها آن را به کاپیتانشان استنلی لارد گزارش دادند، ولی کاپیتان لارد باور نمیکرد که این سیگنال ها نشانه اضطرار باشد. او فکر میکرد که افراد ثروتمند در تایتانیک در حال برگزاری یک جشن شبانه اند و اینها فقط نورافشانی اند. اما حقیقت چیز دیگری بود. اگر کاپیتان لارد فقط کمی تردید میکرد، اگر دستور میداد رادیو روشن شود یا دست کم به سمت نور حرکت کنند، شاید صدها جان از مرگ نجات میافتند. صبح روز بعد وقتی رادیوی کشتی کالیفرنیان دوباره فعال شد، پیام‌های اضطراری تایتانیک را دریافت کردند. با سرعت به سمت موقعیت شتافتند. خیلی دیر رسیده بودند. فقط جسدهایی بر سطح آب می‌دیدند، جانهایی که می‌توانستند نجات یابند. تحقیقات بعدها بخشی از مسئولیت را به کاپیتان لارد نسبت داد، اما واقعیت این است که تنها او مقصر نبود. فاجعه تایتانیک حاصل زنجیره‌ای از اشتباهات انسانی، غرور صنعتی و باورهای غلط بود. برای مثال کشتی تایتانیک فقط 20 قایق نجات داشت، یعنی کمتر از نصف تعداد مورد نیاز. چرا؟ چون وایت استار لاین شرکت سازنده‌اش اعتقاد داشت که تایتانیک غرق نشدنی است. در نظرشان قایق نجات فقط برای انتقال مسافران به کشتی دیگر در صورت خرابی به درد می‌خورد، نه برای نجات جان از دل فاجعه واقعی. و بدتر این که همون روزی که برخورد اتفاق افتاد، قرار بود تمرین تخلیه اضطراری برگزار شود، اما کاپیتان اسمیت آن را لغو کرد. دلیلش غیر ضروری بودن. از سوی دیگر یکی از اشتباهات فنی هم نقش مهمی در فاجعه داشت. اسکاندار رابرت هچنز، کسی که فرمان کشتی را در دست داشت، وقتی صدای زنگ خطر آمد و افسر دستور داد کشتی را به سمت چپ بچرخاند، اشتباهاً آن را به سمت راست چرخاند، درست در جهت کوه یخ. وقتی متوجه اشتباهش شد، دیگر دیر شده بود و در پشت پرده این تصمیمات فشار نامرئی هم وجود داشت. طبق نظریه‌ای که بعدها منتشر شد، جوزف بروس اسمای، مدیر شرکت وایت استار لاین، کاپیتان را تحت فشار گذاشته بود که با حداکثر سرعت حرکت کند تا کشتی بتواند رکورد بزند و در 6 روز به نیویورک برسد. گفته می شود وقتی کاپیتان اسمیت به اسمای هشدار یخ‌ها را نشان داد، اسمای آن را نادیده گرفت و حتی کاغذ را در جیبش گذاشت تا کسی نبیند. تایتانیک نماد غرور بشر در نهایت شکست خورد. اما مرگ این کشتی تولد قوانین جدید بود. در سال 1914 گشت بین المللی یخ راه اندازی شد تا مسیر کشتی ها را از وجود کوههای یخ پاکسازی یا هشداردهی کند. همچنین معاهده‌ای به نام ایمنی جان در دریا تصویب شد. از آن پس کشتی ها موظف شدند برای همه مسافران قایق نجات داشته باشند. اما شاید بزرگترین سوال تا سالها باقی ماند: تایتانیک کجاست؟ تا اینکه در سپتامبر 1985 پس از 73 سال جستجو، بالاخره گروهی بر رهبری رابرت بالارد آمریکایی و یک اقیانوس شناس فرانسوی لاشه تایتانیک را در اعماق دریا در عمق 3800 متری کشف کردند. بدنه شکسته کشتی به 2 قسمت تقسیم شده بود و حدود 600 متر از هم فاصله داشت. ولی زمان به رحم است. امروز پس از گذشت بیش از 1 قرن، باکتری ها و موجودات دریایی به آرامی در حال خوردن فلزات کشتی هستند. دانشمندان پیش بینی میکنند که تا سال 2030 تایتانیک دیگر اثری از خود بر جای نخواهد گذاشت. با این حال نام آن هنوز زنده است. افسانه تایتانیک هنوز در ذهن میلیون ها نفر زنده است، در کتاب ها، فیلم ها، مستندها و قلب مردم. در سال 2012 میلیاردر استرالیایی کلایو پالمر اعلام کرد که قصد دارد تایتانیک 2 را بسازد. کشتی دقیقاً به همان شکل در همان مسیر، اما با وجود وعده ها هنوز در سال 2025 این پروژه تکمیل نشده. اکنون گفته می شود که شاید در سال 2027 به آب انداخته شود. با این حال برخی معتقدند که این کشتی پیش از حرکت غرق شده، نه در آب بلکه در اذهان عمومی، زیرا هیچ کس علاقه ندارد بدون وای فای، تلویزیون و راحتی های مدرن دوباره تجربه غرق شدن را در ذهن خود زنده کند. و این از سرنوشت تایتانیک، کشتی که قرار بود ابدی باشد، اما درس ابدی را برای بشریت به جا گذاشت.